ولی بعضی از نفرها میگن که عبدالله تو دیگر شده ای، آن نفری که بودی آن نفر نیستی. نه جانی برادر، من همانم، همون نفری که جسمم از خاک است و باز میرود به خاک و کوشش میکنم که در حیات خاکسار باشم. من نه از دوستم گذر کردم، نه از دشمن حذر کردم. با آن راهی که میرفتم فقط راه را دیگر کردم. در خردسالی پدرم دائم میگفت که پسرم، انا آن راه بد است، انا این راه خوب است. راه بد مرو که بد افتی، چاه در راه مکن که خود افتی. چاه کن زیری چاه گفتند. با مرور زمان فهمیدیم که حق جانب پدر بوده است. پدر در کودکی از شوق دل دستی پسر گیرد، با امیدی که در پیری پسر دستی پدر گیرد. در حیات من کوشش میکنم که از روی من پدر و مادرم رحمت الله شنوند، نه اینکه لعنت. آخه هی برادری بدگمان، اول شنو یا اینکه بین بعد گپ زن. گمانی بد مکو، هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. در اصل گیریم ما و تو هیچ، زمانه هیچ، دنیا همه هیچ. ای هیچ زی بحر هیچ بر هیچ مپیچ، ای پشه فیل نساز. میدونی که زی آدمی چی میماند و بست؟ فقط یک مهر است، محبت است، باقی همه هیچ. خدا نگهبانت باشه.